سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 19 فوریه تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. پامیر دیلی نیوز از بازداشت سلام امام نظروف، باز یک لیدر غیر رسمی بدخشان در فرودگاه دوشنبه خبر داد. 17 سال حکم زندان مرد ایرانی که بر روی همسر تاجیکش کسلت پوشید و او را با تبر زد. قصه شبنم سوریا در 16 سالگیش خواستگاری کردن چالوفا. سالگرد سیومین روابط دیپلماتی امریکای و تاجیکستان. زمین لرزه 4 از ددوبالی در بدخشان، مرکزش در 40 کیلومتری خوروغ. حبس فرزند مادرآزار رهبر سیمین و مست مسلح با کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. پامیر دیلی نیوز یک پایگاه خبری که تحولات ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند، با تکیه به منابع خود خبر داد که سلام امام نظروف، یکی از لیدرهای غیر رسمی محله اوپیده و پسر فرمانده سابق سال 2012 کشته شده اپوزیسیون تاجیک امام نظروف هنگام بازگشتش از ترکیه در فرودگاه دوشنبه دستگیر شده است. مقامات این خبر را رسما شرح ندادند، ولی اگر آن تصدیق شود، سلام امام نظروف بعد امردین علوبچویف، چهارشنبهیف و صادق احمدبیکوف اینک چهارمین نفر شناخته از زادگان بدخشان می شود که بعد اعتراضهای ماه نوامبر خوروغ از جانب مقامات تاجیکستان دستگیر شدند. لازم به ذکر است که دوی آنها امام نظروف و احمدبیکوف هنگام بازگشت از ترکیه در فرودگاه دوشنبه به دست افتادند و دوی دیگر را مقامات روسیه به دوشنبه سپردند. ولی رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 فوریه در نشست خبریش گفته بود که در چند مدت اخیر 15 نفر از اعضای گروه‌های متشکل جنایتی بدخشان از کرده پشیمان شده اختیاراً به مقامات حاضر شدند. منابع پامیر دیلی نیوز از خوروغ گفتند سلام امام نظروف از ترکیه از طبابت برمیگشت. یادآور میشویم روز 6 سپتامبر سال 2021 او و یک رفیقش در اولیه مرکز طبی آقاخان در خوروغ در جریان تیرپرانی با آدمان لیدر غیر رسمی محله خلیبزاد طالب ایانبیکوف تیر خوردند. شب پیش از آن طالب را آدمان سلام در طربخانه در خوروغ مشهور مارک پولو با خشت به سرش زده بودند. بنا به اطلاع پامیر دیلی نیوز، سلام امام نظروف وقتهای آخر با عائله‌اش در دوشنبه زندگی داشت و در حدود تاجیکستان آزادانه رو و به خارج کشور نیز سفر میکرد. به اطلاع منابع این نشریه، مقامات سلام امام نظروف را بر اساس قسم 4 ماده 200 کودکس جنایتی تاجیکستان به قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر عیبدار میکنند. گویا یکی از نفران انوش چند سال پیش با چنین جرم دستگیر شده بیانات داده بود است که سلام نیز در این کار دست دارد، اما نزدیکان این لیدر محله اوپیده دست داشتن او در مواد مخدر را رد کرده میگویند سلام به تجارت مشغول است. سلام امام نظروف پسر امام نظروف یکی از فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک است که ماه آگوست سال 2012 به طور مرموز در خانه خودش در خوروغ کشته شد. آن شب و روز در مرکز بدخشان عملیات حربی جریان داشت. نزدیکان امام نظروف مقامات تاجیکستان را در قتل او عیبدار میکردند، ولی مقامات این را رد کرده میگفتند احتمالاً امام نظروف قربان مناقشه های داخلی بین لیدرهای غیر رسمی بدخشان شده است. 3 سال قبل 19 فوریه سال 1992 پرزیدنت وقت امریکا جورج بوش کلونی قرار درباره برقرار کردن مناسبت‌های دیپلماتی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان قبول کرد. از آن قبل امریکا هنوز 25 دکامبر سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و 14 فوریه سال 1992 کاتب دولتی امریکا جیمز بیکر از دوشنبه بازدید کرد و ضمن این سفر تاجیکستان و امریکا جهت استقرار روابط دیپلماتی به توافق رسیدند و 13 مارس سال 1992 همگی 3 هفته بعد قرار بوش در مورد استقرار روابط با تاجیکستان، سفارت امریکا در دوشنبه در قبات 4 مهمانخانه اویستو به کار سر کرد و ماه ایول همان سال اولین سفیر امریکا در تاجیکستان استنلی اسکودیرو به دوشنبه آمد. روز 19 فوریه پرزیدنت های تاجیکستان و امریکا امامعلی رحمان و جوزف بایدن به مناسبت 30مین سالگرد برپا نمودن رابطه های دیپلماتی دو کشور به یکدیگر برقیه های تبریکی فرستادند. ایالات متحده امریکا
یکی از بزرگترین کشورهای کمکرسان تاجیکستان به شمار رفته، از سال 1992 تا امروز به تاجیکستان در عموم به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک‌های بلایوز رسانیده است. امریکا از جمله به مبلغ 75 میلیون دلار به مردم تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه در شکل غذا، سرپناه، لباس، داروواری، لوازمات طبی و حتی کمک مالیوی رسانیده. تنها به ساحه تندرستی تاجیکستان در این مدت به مبلغ بیش از 230 میلیون دلار کمک رسانیده است. همین طور از سال 1992 این جانب امریکا به تاجیکستان به مبلغ عمومی 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانیده است. این کمک آموزش، تجهیزات و انفراستراکچور را در بر میگیرد. امریکا همچنین یکی از پشتیبان‌های اساسی مردم تاجیکستان در مبارزه با پاندمی کرونا ویروس به شمار رفته. به تاجیکستان به طور رایگان چند میلیون وایه واکسن ضد این بیماری تحفه کرده است. امریکا همین طور برای رشد دموکراسی، مطبوعات آزاد، حمایت از حقوق انسان را 10 میلیون دلار کمک رسانیده. با مبلغ گذاری های امریکا در تاجیکستان 10 مکتب و بیمارستان ساخته شده. امریکا همچنین برای تقویت زیربنای اقتصادی از جمله رشته آبیاری و رشد ساحه‌های اقتصادی تاجیکستان، هم کشاورزی، هم صنعت و هم سودا و خدمت رسانی صدها میلیون دلار کمک رسانیده است. با حکم کلیگه سود عاید به پرونده های جنایتی سود ولایت ختلان از 7 ینور سال 2022 رضوانیان سید حسین سال تولدش 1972 شهروند جمهوری اسلامی ایران موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه نویه فردوسی محله 46 بر اساس ماده های 32 قسم 3 104 قسم 2 بندهای ای ز ای و 249 قسم 3 بندهای آ گ کودکس جمهوری تاجیکستان به قصد کشتار همسر تاجیکش اشورزاده گلبهار و روزنی گناهکار دانسته شده به 17 سال زندان نظامش سخت محکوم گردید. نورعلیف کامران ساکن شهر کولا و دوست رضوانیان که او را در این جنایت شریکی کرده است با جرم سوءقصد به کشتار گلبهار اشورزاده به 15 سال زندان محکوم گردید و او نیز باید حکمش را در کلان نظامش سخت ادا کند. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سید حسین رضوانیان تخمینا ماه اپریل سال 2021 با شهروند جمهوری تاجیکستان اشورزاده گلبهار رزاق سال تولدش 1991 طریق نکاح دین مسلمانی عائله برپا نموده تا ماه آگوست سال 2021 یک جای زندگی کرده بنابر ناسازی عائلوی از همدیگر جدا شدند. تخمینا سنه 2 اکتبر سال 2021 رضوانیان از دوستانش خبردار شده است که سابق همسرش اشورزاده خود را در یکی از کاشانه حسن حدود شهر دوشنبه آرا داده با مقصد به مرکز دلخوشی رفتن به نوع یوون سفر کرده است. او شب 14 اکتبر سال 2021 به نوع یوون رفته در مهمانخانه جایگیر شده تا 15 اکتبر سال 2021 معین کرده است که سابق همسرش اشورزاده در شهرک یوون در مهمانی در خانه اجاره گرفته دوگانش قرار دارد. 16 اکتبر سال 2021 او از روی خصومت و احسیات رشک با مصلحت پیشکی با شهروند نورعلیف کامران با مقصد قصداً از حیات محروم کردن اشورزاده با تبر و کسلت نیترات که برای حیات خطرناک بوده می تواند سبب مرگ انسان گردد مسلح شده تخمینا ساعت 21:00 دقیقه با ماشینی که روی از شهر دوشنبه به نوع یوون حرکت کرده تخمینا ساعت 22:00 دقیقه به نوع یوون رسیدند. او با نورعلیف به شهرک یوون رفته چراغ‌های آشیانه‌های 3 و 4 بنای را که منزل اجاره گرفته دوگانه گلبهار آنجا بود گشوده گرفتند و برای انجام نقشه جنایتیشان تاریکی شب را موافق دانسته در حوله آن بنا در یک کمینگاه منتظر آمدن اشورزاده شدند. او با نورعلیف تقریبا ساعت 23:30 دقیقه هنگام وارد در آمدگاه بنا شدن اشورزاده و دوگانه‌اش عبدالله و بروی و بدن اشورزاده کسلت نیترات را می پوشد. از این اشورزاده روی گریز را پیش می گیرد. رضوانیان با تبر در دستش بوده یک ضربه به قسمت پشت سر، 2 ضربه به میان اشورزاده و پس از افتیدن باز یک مرتبه با تبر به قسمت روی اشورزاده زده است. سپس آنها باوری حاصل نمودند که اشورزاده به هلاکت رسیده است و خلطه توفه‌های وی را به مبلغ 713 سامانی تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. گلبهار اشورزاده را با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری کردند و او با کمک طبیبان توانست از مرگ نجات بیابد. با وجود جدا شدن رضوانیان پیوسته همسر سابقش را
تعقیب میکرد. جبردیده گلبهار اشورزاده گفته است که از دست این مرد روز نداشت و او را در هر کجایی که پیدا میکرد لطوکوب و تهدید کشتن میکرد. رزوانیان بعد پوشیدن کسلته به سر و روی گلبهار و چند ضربه تبر به بدن او از جای حادثه فرار کرد، ولی کارمندان میلیسا در گرماگرمیش این جنایت را آشکار و این شهروند ایران را در مرکز دوشنبه دستگیر کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که صبح 19 فوریه سال 2022 ساعت 8:32 دقیقه به وقت محلی در شرق تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به خبرها زمین در عمق 55 کیلومتر لرزیده است و شدت زمین لرزه در مرکزش 40 کیلومتری جنوب شرقی شهر خوروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، طبق جدول ریختر 4.2 بال را تشکیل داده است. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این آفت طبیعی تا حال گزارش نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. از جمله مرکزهای زلزله نگاری تنها در یک هفته آخر در قلمرو تاجیکستان 3 زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر از 1.5 بال زیاد در یک ماه آخر 11 چنین زمین لرزه و در یک سال آخر 202 زمین لرزه را ثبت کردند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند. در ترجمه حال شبنم سوریا، یکی از معروفترین ستاره‌های استراد تاجیک چند سال دوری از صحنه نیز هست که به نیمه دوم سالهای 90 و اول سالهای 2000 راست می‌آید. این سالهایی است که شبنم با یکی از نمایندگان عائله در کولاب در آن سالها خیلی پرنفوذ چالوف ازدواج کرده بود و با طلب شوهر ترک صحنه کرد. زن خونشین شده بود. او در دوران مکتبخوانی الکی با هنر خود شهرت یافته بود. تنها بعد جدا شدن از شوهر اولش توانست بازم به صحنه برگردد. مؤسس و سردبیر نشریه SSSR سیاف میزراب که دوست خانوادگی شبنم و مادرش سوریای قاسم باز یک آوازخوان خوشنام ما هم هست، هنوز چند سال پیش در فیسبوک چگونه شبنم سوریا را خواستگاری کردن چالوف‌ها را قصه کرده بود. او می نویسد سال 1996 با سپارش اکبر ستار سردبیر چرخ گردون به کولاب آمدم تا راجع به فعالیت سوریا و قاسم و مطلب آماده کنم. جنگ گرجدانی در اوج بود و فضا و سما و زمان و زمین بوی خون و تیر میکرد. در همین داد و ستد من و اکبر میخواستیم دل مردم را با فرهنگ گرم کنیم و به کولاب آمدیم. همان روز سوریا در تئاتر به نام سیدعلی ولیزاده کنسرت میداد. انا در همین کنسرت شبنم 16 ساله را دیدم که نخستین بار به صحنه بزرگ برآمده بود. شبنم لپر خواند. کسی نداند لپر از 4 گشت عبارت است و سراینده هم سرود میخواند و هم میرقصد. او را دیدم و گفتم این مال صحنه بزرگ تاجیک است. اتفاقا ضمن همین سفر سیاف میزراب شاهد برای شبنم به خانه سوریا به خواستگاری آمدن چالوفا شده است. او می نویسد بیگاه خانه سوریا آمدیم و صحبت را دوام دادیم که خواستگارها آمدن به شبنم. قربان چال و سلطان چال، قماندان هایی که از شنیدن اسمشان تلخی مردم میکفید. به سوریا گفتم نته. گفت سیاف جان آیا می شود به اینها نگفت؟ خدا را شکر که خواستگار شدند. اگر از کوچه داشته می بردن چی کار میکردم؟ راست میگفت. زمانه همین بود. خلاص در عروسی شبنم هم شرکت داشتم و اگر خطا نکنم دوگانه عروس همین منیژه دولت بود. 2 گل دختر چنان نازنین در تخت عروسی نشسته بودند که پریان از رشک خودکشی میکردند. آن روز توی در طرفخانه کولاب که صدرش سفرمد کبود نام قماندان نامی بود میگذشت و ساعت قماندان ها قربان چال و سیچو شمالوف برقص برآمدند. زمین از دلار سب شد. این در حالی بود که مردم نان خوردنی نداشت. اما زمانه همین بود دیگر. من ندانم از چی اما دلم به حال هنر میسوخت، زیرا شبنم برای یک نفر نیست، او مال ملت است. میگفتم به دل، اما باور داشتم اون هنر رو الهام خدا داده که در باطن این گل دختره که نابالغ چادر عروسی بر سر جوش میزد باید حتما با انقلاب انجام میافت و خوشبختانه همین گونه هم شد. شبنم انقلاب کرد، آزاد شد و امروز مناده هنر استراد تاجیک در سراسر عالم است. شبنم سوریا 14 اکتبر سال 1981 در شهر کولاب به دنیا آمده
4 ماه پیش به سن 40 رسید. مادر او سریا قاسمووا و یک خواهر دیگرش فرزانه خورشید نیز از آوازخوان‌های شناخته تاجیکستانند. شبنم دختر دوم سریا قاسمووا میباشد. شبنم سریا سال 2004 بعد جدا شدنش از شوهر اولش که از خانواده در آن دوران در کولاب پرنفوذ چالوفا بود دوباره پای به صحنه گذاشت و بعد شهرت جوانی پیدا کردن ترانه هنوز اول عشق است به یکی از پرطرفدارترین ستاره‌های استراد تاجیک تبدیل یافت. شبنم سریا چند سال پی هم جایزه بیگ اپل برای بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان را به دست آورده هر سال در اروپا و آمریکا کنسرت ها میگذراند. اما کنسرت های رسمی و در تلویزیون های دولتی تاجیکستان ترانه های شبنم سریا تقریبا صدا نمیدهند. شبنم سریا سال 2014 همراه خواهرانش فرزانه خورشید و بیبی روزگل و دخترش شریفمو سفر حج عمره کرده بود و بعد زیارت مکه و مدینه چند سال در صحنه با حجاب هنرنمایی میکرد. اما در عکس و کلیپ ها و کنسرت های اخیرشان شبنم و فرزانه دیگر باره با لباس های اروپایی ظاهر میشوند. شبنم سریا از آوازخوان‌های تاجیک است که در بین زادگان افغانستان و ایران نیز از محبوبیت زیاد برخوردار میباشد. اکثر ترانه های او خیلی زود و آسان در اینترنت مرز 1 میلیون تماشابین را طی میکنند و چند ترانه‌اش مرز 5 و حتی 10 میلیون تماشابین را هم پشت سر گذاشتند. برداشت‌ها از ایجادات شبنم در جامعه تاجیکستان یکسان نیست، ولی چه طرفداران و چه مخالفانش اعتراف میکنند که اگر او در جوهر استعداد فوق‌العاده نمی‌داشت نمی‌توانست در طول اینقدر سال اینقدر محبوبیت را هم در تاجیکستان و هم در دایره‌های همزبانان ما از افغانستان و ایران به دست بیاورد. می‌خواهیم یا نمی‌خواهیم ولی هیچ کس دیگر از خوانندگان معاصر تاجیک برابر شبنم سریا نتوانسته است در بیرون از تاجیکستان اینقدر معروفیت به دست بیاورد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت در اساس مراجعت یک نفر مادر ساکن شهر دوشنبه شهروند شریپوف شیرافگان سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی را برای تأخیر و آزار مادر دستگیر نمودند. ضمن سنجش معاین کرده شد که نامبرده چند دست به نوشیدن مشروبات میل نموده در حالت سرخوشی نسبت به مادر خود با الفاظ قبیح بدگفتاری میکرده است. از جمله نامبرده سنه 16 فوریه سال جاری نیز در نزد منزل استقامتیش واقع در کوچه مایاکوفسکی نسبت مادرش دشنام حقارت‌های قبیح نموده شان و شرف او را در نزد همسایگان و اطرافیان پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت دستگیر شده شریپوف شیرافگان طبق طلبات ماده 460 مایداوباشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده از جانب سود جزا در نمود حبس ماموری به مدت 15 شبانه روز تعیین کرده شد. نامبرده از کردار صادر نموده خود اظهار تأسف و پشیمانی نموده ابراز داشت که دیگر هیچگاه مادر خود را آزار نخواهد داد. با مقصد پیشگیری شبگردی و آواره‌گردی نابالغان مشغول شدن به بازی‌های ضررآور کامپیوتری و دیگر عمل و کردارهای نامطلوب از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت به طور همیشگی رید و عملیات‌های سنجشی دایر کرده می‌شوند. از جمله در نتیجه سنجش نوبتی در مرکز کامپیوتری سیمین معاین کرده شد که 6 نفر نابالغان در نیمه شب مشغول بازی‌های ضررآور کامپیوتری اند. هرچند قبلا از جانب کارمندان میلیسیا جهت راه ندادن نابالغان صاحب ملک و مأمور مرکز کامپیوتری مذکور شهروند قربانوف رستم سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه گنجوی رسما آگاهانیده شده باشد هم نامبرده برخلاف قانونگذاری عمل نموده با مقصد به دست آوردن مبلغ درآمد مفت به نابالغان اجازه ورود و مشغول شدن به بازی‌های ضررآور کامپیوتری داده است. وابسته به این نسبت قربانوف رستم پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده در اساس قرار سود نسبتش جزا در نمود حبس ماموری به مدت 7 شبانه روز تعیین کرده شد. از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت شهروند باباجانوف دولت خدای نظرویچ سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نظرشویف برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کردید. نامبرده در حالت مستی و مسلح با کارد آشخانگی در بازار ژلمسی واقع در کوچه عینی نوعی شامنصور ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با الفاظ قبیح شان و شرف اطرافیان را پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت باباجانوف دولت
طبق طلبات ماده 460 مایده اوباشی کودکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده در اساس قرار سود نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفوروف نسبت مرد 27 ساله ساکن نویه مذکور پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده از ماه مارس سال 2020 تا ماه ینور سال 2022 با راه فریب به باوری همسایه نابالغ 15 سالش ساکن امین نویه در آمده او را مایل می‌سازد که مبلغ‌های پول پدرش را برای نگهداری من بعد به او سپارد و از او $40,000 امریکایی را گرفته به احتیاج خود صرف نموده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه باباجان غفوروف با عریضه زن 43 ساله ساکن امین نویه مراجعت نموده است که 5 ینور سال 2022 تخمین ساعت 18:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 20,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت گمانبر شده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.